زبان بلوچی ادامه میدم. برنامه ما طبق معمول روز دوشنبه دو بخش هست. بخش اولش فارسی است و بخش دومش بلوچی و روزهای سه‌شنبه کلا به زبان فارسی است. سلام علیکم عزتمند گوشتاروکان و چاروکان، دراه و سلامت باتی. معاف کنید که مروچی برنامه یکم که دیر شروع بود. مشکل فنی هستید. شما زانید که این تلویزیون توحید با همت تولید بوده، جور بوده و الان هم با همت اداره کنگه بید. امکانات بسیار بسیار کم مید. امکاناتی که تلویزیونای جمهوری اسلامی هست، تلویزیون BBC هست. برای تلویزیون BBC حدود 15 تا 20 میلیون پوند در سال خرج بود. تصوری رو بکنید، 15 تا 20 میلیون پوند در سال خرج تلویزیون BBC هست. اذا ما ای تلویزیون توحید در سال 1 میلیون پوند هم نتوانیم به دست بیاریم برای اداره ادام. شما این تصور بکنید و آیان چه امکاناتی هست و ما را چه امکاناتی هست. همانطور که شما اشکوت، جمهوری اسلامی رهبر انقلاب اسلامی، آقای خامنه ای رهبر انقلاب اسلامیه، نه رهبر ایران. وقت شکوشند که شما همش کتا ایران هم یک جایی که آیان یک انقلاب وجود آورده و لوتند که این انقلاب به تمام دنیا صادر بکنید. یمنش هم زکی گفت. این خبر وشین نه پرما شما و سنیان هجه این یک وشین خبری نه. تصور ایشید که عربستان سعودی، بقیه کشورهای سنی این اندازه قدرت، همت و تدبیر هستش که یمن، دولت سنی یمن حفظ بکنید و محلینتی که به دست اقلیت شیعه بکپید. اقلیت شیعه مثل سوریه بود در یمن. اکثریت شیعه مثل شیعه بود در عراق یا در ایران. به هر حال اگر اکثریت ببینید اقلیت به طور کامل و به طور قانونی محروم کنید، اگر اقلیت ببینید با زور اکثریت سنی از تمام حقوق محروم کنید. و ما شما شاهدی ایشی در ایران بوده ای. در ایران من در وقتی که پشکپته لوتم به شما بلوچان عزیز، به هموطنانو، به عزیزانو، به برات و گوهرانو، به چوک و زهگانو خبرایی بکنن که شما متوجه ببی که بلوچی، بلوچستان به طور کلی در خطره. بلوچی از 3 جهت در خطرند که دیگه فرصتی نیست که بلوچان فرصتی به دستشان نرسید که فرهنگ بلوچیا دیما برند، گسترشی بدند، کتاب بنویسند، دانشگاه با این زبان بروند. پس ادام دیگه شما کم کم سرپد بوده که فرهنگ بلوچی در خطر جدیه. بعضی از هم بلوچن که نادانی مردمند، اشان به علت ایشی که عقدهش هستند بلوچی یاد نگیرند.
شان فارسی یاد گرین تا ولی عجیبند که من هیچ وقت سرپد نبودم که من الان بلوچی خبر دیم، فارسی هم خبر دیم، انگلیسی هم خبر دیم، یک مقدار اردو خبر دیم، یک مقدار عربی خبر دیم. یادگیره که هر زبانی هیچ گونه دشمنی با زبان پتومات نی. هر کسی هر بلوچی لوٹی فارسی زبر خبر بکن، زبری خبر کن، از همه گوندیت پتوماتا یاد بدین، ولی دلیلشی نه که بلوچی یاد مدین. کسی که بلوچی یاد نگرید خانواده ای که چک و بلوچی یاد ندند، خانواده در واقع یکی از کسانی که در خراب کنگ فرهنگ بلوچی نقش مهمی هست. این خانواده سرپد نهند که در واقع کار یکم با خانواده وقت که و با ملت وقت و با ملک وقت که جمهوری اسلامی لوٹت بکند. خاک ما شما هم در خطرند به دو دلیل. دلیل اولیش این که کم کم یحتاج و گجران خاک ماشمارش گفته و چون پرواه خاک ماشمارش نی، این خاک ماشمارش هم تقریبا از بین برده به عنوان یک سرزمین بی آب و علف درش آورده. الان بلوچستانی که همیشه در طول تاریخ توانتگی جمعیت وطن نان بدند، الان آبی چنان مصرف بوده که دیگه فرصت کشاورزی نی. من پیسر هم شما رو گفته، الان هم گوشم آب در بلوچستان مهمترین کالایند و شما هم دانید حیات از آبند، زندگی از آبند. اگر آب نبود زندگی هم نیست. پس توجه بکنی که این آب با دقت خرج بکنی، جایی که لازم نهند خرج مکنید. فقط و فقط خرج همه چیزای خیلی مهمی بکنید و مهمش این که هر وقت که هوری بو یا دولت وقتش قانع بکنی که سد جوان بکند، دریاچه مصنوعی جوان بکند تا ای آب شما بتوانی بداری. هور که بو به دلیل ایشی که سر زمین خشک بوده، این زمین نتواند آب به سرعت جذب بکند و به همین دلیل بلا فصله آب جاری بود و رود پر آب بود. بنابراین شما وقت تا جایی که توانی در مقابل این رودخانه کوچک یه دریاچه مصنوعی جوان بکنی و دولت تحت فشار قرار بده که این کار بکند. از نظر خاک هم بلوچستان ما شما در خطره که هم تبدیل به یک صحرای کاملا بی آب و از طرفی بیشتر جمعیت هم گجر ببرید. هویت ما شما هم در خطرند. هویت این در خطرند که کلمه بلوچستان همشین که کم کم حذف بوده و همراه ایشی که هویت بلوچی حذف بود، ما شما دیگه معلومه نبود چه هویتی ها. قومی که هویت و تگار بکند قومی که گار بود و به سرعت نابوده بود. چیزی که قومی رو دارد هویتی هست، زبانی هست، رسم و نیادانی هست. اشانه که سایم بگره قوم ملت به سرعت گاره بود و تمام تلاش ای رژیم همشین که همه کار بکند. پس شما مردم بروچ هوشیار ببی که
شما در دوران زندگی نکنه که همه چیز برای بلوچ آرامید، همه چیز برای بلوچ فراهمید. درسته در بعضی ملکی الان حد اکثر امکانات به زندگی هست. اروپا نمونه اید، اروپای شرقی هم همشین که گشتری امکانات زندگی فراهم کنید. ژاپن توانته کار بکن، سنگاپور، کره جنوبی، چین در حال فراهم کنگند، هند در حال فراهم کنگند، حتی افریقا در حال فراهم کنگه ای امکانات. در ایران دشمنی نه تنها با خاک و خونید بلکه با فرهنگ هم هستید. جمهوری اسلامی طوری عمل کن که گوشه‌ای که هیچ وقت در ایران یا در بلوچستان یک تاریخ قبل از آیگ صفویان در 500 سال پیش نبوده. شان روتند ای طور پیش بدارند و بعضی از بلوچان هم این بازی وارده. من در روزه اخیر در فیسبوک و با یک مسئله خیلی مهمی روبرو بودم و آشیت که ادهی که لوتند بلوچان به کلی بی ارزش بکنین در تاریخ، بگوشند که ایشین که بلوچی قومی دامداری بی ارزشی بوده در تاریخ و هیچ گونه اثر تاریخی در طول تاریخ نبوده. اگر ما الان یونان در مقایسه با بقیه اروپا و امریکا بچاریم، کسی تصور نکن که یونان جور کنو که تمدن و فرهنگ اصلی تمام اروپا اید. یونان مروچی حالاتی وشینی از کشورهای اروپایی پتر کپتا، ولی همین یونان اولین تمدن در اروپا جور کرده، اولین فرهنگی در اروپا جور کرده، اولین فیلسوفان و تاریخ نویسان و ادیبان جهانی جور کرده. غالب سیستم ها و نظامی که مروچی ما شما این صحبت کنی از دیکتاتوری تا دموکراسی، تمام مفاهیمی که در یونان باستان جور بودگه. ملکان مثل آدمان پیر بیند، عوض بیند. امپراتوری عثمانی چی بود؟ که اگر کسی مرو ترکیه بچارید، خب مرو که وضعش بهترین، ولی اگر 40 سال پیش 50 سال پیش کسی ترکیه بچارستی، کسی باور نکو که امپراتوری عثمانی در این ملک بوده که از لیبی بوده تا وین، تا اتریش، تا اوکراین. کسی باور نکند. اگر تاریخ ممانید اون وقت چی شکو گفتش که ترکان یک گروه آدمای دامدار و قبایل که شب رو یکودگر جنین تو کشند، ولی تاریخی طور نهید. بلوچان همی طور نهید. کسی که همی چین تاریخی را اگر 50 سال پیش تاریخ چین شما بچاری، هیچ کسی باور نکند که مرو بعد از 50 سال چین دومین قدرت اقتصادی جهان ببو. اصلا قابل باور نهید. قابل باور نهید که 30 سال پیش، حتی 40 سال پیش، کسی که هندوستان رفته و مملکتی که در آوقتا 800-900 میلیارد نفر جمعیتی هستد، طبقه متوسطی هستد حدود 40-50 میلیون نفر، و کسی اصلا تصور نکو که هند بتوان به این پیشرفتی که الان کرده برسید. ولی در طول همی در واقع 25 سال 30 سال الان جمعیت طبقه متوسط هند به حدود 400 میلیون نفر رسیده. جمعیت طبقه متوسط هند از سر تا سر اروپا گشتره.
میزان رفاه در کشوری که اصلا مبشن 30 سال پیش کسی تصور نکو که ای پیشرفته بکند، ولی جهان در چنین شرایط حرکت کند، گاهی برزند گاهی جهلند. بلوچان هم همینطور. کسی که بلوچ مروز گندید ای نتوان باور بکن که روزگاری بلوچستان دولت اشکانیش بوده، 500 سالی بر تمام منطقه از چین بگیری تا هند تا سر تا سر همین ترکیه مروچی، سر تا سر دنیای عرب حکومت کرده. این بلوچ اشکانیه. 500 سال هیچ قبیله دیگری، هیچ ملت دیگری نتوانته به مدت 500 سال بر این منطقه حکومت بکند. مادان که کردانتین 150 سال حدودن، خهامنشیان هم همین حدود، یونانیان که وارد ایران بودند آیا هم 100-120 سالی، اشکانیان چرا 500 سال؟ لابد در این بلوچان که این حکومتش تشکیل داده یک بودی بوده، یک لیاقتی بوده، یک توانایی بوده که ادگرانه نبوده. پیش از آیان و بعد از آیان، بعد از آیان هم که ساسانیانه. دکتر نفیسی نویسی که ساسانیان کردند، لهده گوشند فارسند. هرچی هستند آیان حدود 400 سالش حکومت کو، نه 500 سال. و بعداً چه افتضاحی و چه روسیاهی مملکتش کشید و شکستش و ای همه مردمی ما شما که کسانی رو گنده که دوربر ما شمایید. خب حالا چطور بوده که الان بلوچ در این شرایطه؟ دیرتر ما شما شروع کرده به تحصیل، مسئله تمام همشیند، هیچی دیگه نهند و تمام تبعیضانی که در افغانستان، در پاکستان و در ایران علیه ما شما بوده. چرا شما بعضین از شما را با اقوام دیگر تماس نی؟ تماس من اتفاقا هم با پتانان زیادن تو پشتونا، هم با گجران، هم با پنجابی و آدگران خیلی زیاده. شام من گوین که ما از بلوچان خیلی زیاده تروسی و پیستر هم تروسیستگی. کسی نی که از بلوچان ما تروسید. به هر دلیلی تروسند و به همین دلیل اینکه کوشش کنند جلوش بگیرند. الان 100 سال اینکه کوشش بکنید جلوی شما رو بگیرند که شما متوانید تحصیل بکنید یا حواسش پرت ببو. اگر به مدرسه روید وش درس موانی، اگر دانشگاه روید وش درس موانی و با زور گاهی با تفنگ یک نمره بگیری و گاهی هم یک لیسانسی گیری که هیچی هم ندانی. مشکل در آبا اجداد ماشما نه، مشکل در تو منیند که مروچی پیتو پیرکان ماشما که نه اشتیش امکاناتش نه در واقع که چوکان وقت به درس و دانشگاه دین بدهند. ندانتش گیجش کرتگتند، تحت استعمارتند. چون تحت استعمارتند نتوانتش که تشخیص بدهند که چیکار بکنند. در ایران ما شما همین ای حاکمانی که حاکمان سرداران این بیچارن چیه داند؟ اصلا چیزی نداند. مستران ما شما هم شانته. عالمان ما شما چیه داند؟ همین الان عالمان ما شما چیه دانید؟ راهنمایی ما شما رو به چه طرفی کنید؟ آیا ما شما رو به طرف سازندگی راهنمایی کنید؟ آیا ما شما رو به سوی علم که بتوان بلوچان ترقی بدن راهنمایی کنید؟ خیلی مشخصه. این قوم همه قومیه که بهترین رهبرانی در منطقه ایجاد کرده. بعضی گوشند که آقا رستم
همه کتاب شاهنامه و آنچه در شاهنامه هستند تمام داستانند و اسطوره‌اند. مردم بلوچ اصلا اینطور نهند. اگر شما تحقیق بکنید در وقت بلوچستان، ایدیم و عدیم بلوچستان بروید و با مردم در بلوچستان پاکستان، در بلوچستان افغانستان خبر بدهید، شما متوجه بی که رستم واقعی ترند از هر کس دیگری. ما ندانیم که موسی کی بوده، عیسی کی بوده، ولی دانیم که رستم یک محل تولدی هست، قلعه رستم هست، کاخی بوده، جا سفرهایی که کرده با کسانی که نشتگند آیی. و از همهشان مهمتر چطور این خانواده رستم به مدت هزاران سال منقرض نبوده، چطور پهلویان ظرف 57 سال منقرض بوده، چطور سلسله قاجاری ظرف 150 سال منقرض بوده، چطور زندیه 20 سال منقرض بوده، چطور نادرشاه افشار در 20 سال منقرض بود، چطور مغولان در ظرف 100 سال منقرض بودند، چطور پیش سایان عباسیان خلافت اسلامی 500 سال بعد منقرض بود. خیلی مهمه. چرا دولت بلوچی اشکانی 500 سال طول کشید و بعدا هم که منقرض بود از بین نرفت؟ اشکانیان یا همه بلوچان و طوایف مختلف به عنوان مهمترین طوایف و اقوام با نفوذ و قدرتمند در تمام دوران سلسله ساسانیان پش کردند. حاکمان ایالات بازینتند، سرداران ارتشتند. چطور اینکه این سلسله آیند توسط یک آدم بزرگ درست بند، بعدا هم کم کم چوک نواسیانش بی ارزه بند و از سلسله منقرض بود. چرا خانواده رستم بیش از 2000 سال، چند در واقع 5000 سال احتمالاً پشت کپید؟ چرا همین مرو تمام ایرانیان تسلیم بودند؟ هر بلایی که جمهوری اسلامی لوٹد بیارد سرش یارد سرش. چرا بلوچان تسلیم نبودند؟ آیا علتشی که تسلیم نبودند یک فرهنگ نهند، یک تاریخ نهند، یک خصوصیات نهند که باید در یک جایش ریشه ببو؟ چرا؟ اشاره من الان خدمت شما عرض کنم که شما اول بدانید و شدیداً هم از افراد نادان برایان توضیح بدید. یک رسمی در میان بلوچان بوده، الان رسم گار بوده و این رسمی که باید تو که خبر من گوش کنه باید در خانواده وقت این رسم دوباره ایجاد بکنه و ترویجی بکنه، رواجی بده و ادامه بده و چیزی که مرو ما شما بتوانیم بگوینی توانمند سازی. انگلیسی گوشند empowerment. توانا کنگ تک تک اعضای خانواده بودید. یعنی تو چی زهگت چی جنین ببو، چی مردین ببو، باید طوریش را تربیت بکنه که جزو بهترین، داناترین، قوی ترین، متخصص ترین آدم های دنیا ببو تا پشت بکپید. ولا منقرض بو خانواده تو بعد از چند سال از بین رفت.
باید چوک تو چوکان وقت به صورت تربیت بکند که آیان جز بهترین، موفقترین، داناترین، مولدترین، ثروتمندترین آدمهای جهان ببینید. هر خانواده باید این وظیفه به وشی سرپد ببو دیگر رو همینطور رفتار بکند. این روشی بوده که پیسران در خانواده رستم، زال، سام، نریمان و این خانواده بزرگ وجود داشته. من در یک جای دیگر گوشم که این چطور بود که این خانواده از بین رفت و چطور بود که این فرهنگ از بین رفت. یک شرایطی در آزمان درست مثل شرایط فعلی هم پیش آید، ولی من چون مفصلین برای روز دیگری هلا. شما توجه بکنید که اگر تر 4 چوک هست، هر 4 این چوکان اینطور تصور بکن که ایشان بالاترین سطح تحصیل هست، بالاترین سطح شعورش هست، بالاترین سطح تخصصش هست. حالا من نگوشم بالاترین سطح ثروت، برای اینکه در ایران شما را نیلند که ثروت سازی بکنی، ولی در افغانستان شهلند، در بلوچستان پاکستان هم مشکلند. ولی من روی آسیتا گیشتر تاکید کنم که شما توانیت ببید. تو وقتی که بالاترین سطح شعورت بود، بالاترین سطح تحصیلت بود، بهترین نمراتت ببو، بهترین تخصصت ببو، از زمانی که تو توانه با بهترین آدم ها در سطح جهان رقابت بکنه و نام و توارت ببو. این تنها تونه هر کسی دیگری را که گنده در بلوچستان و بلوچی باید این فرهنگ توانمندسازی ما شما با تمام وجود، با تمام حب وطن، با تمام واجبات دین و مذهب، ما شما باید این فرهنگ ایجاد بکنیم، تولید بکنیم و گسترش بدیم و رواج بدیم که هر یک بلوچی یک آدم ارزشمندی ببو، قابل مقایسه با تمام افراد ارزشمند جهان، نه تنها بلوچستان، نه تنها گجران یا پنجابیان یا پتانان، نه، با جهان. الان دنیای که جهان با هم همکاری کنه، جهانیان با هم همکاری کنه. تو الان کالای چینی و ژاپنی و امریکایی و انگلیسی و آلمانی زوره. الان امکاناتی که در دست تو هستن امکاناتی هستند که این ملکان فراهم کرده اند. اون وقت تو باید فکر بکنه که من به عنوان یک بلوچ آیا توانا همی یک سایتی هستد به نام علی بابا، یک جوان چینی جور کرده اول، یک گروه خیلی کوچکیه. این سایت علی بابا یک نفر جور کرده برای اینکه تجارت چین امکان پذیر بکن در همه جا. 3-4 رو پیش این سایت علی بابایش یا به بازار جهانی عرضه کو. دانه قیمتی چی کرد؟ 162 میلیارد دلار. 162 میلیارد دلار، یعنی از قیمت آمازون و گوگل و ایبی گیشتر. چه؟ این کار یک نفری، یک جوانکی چینی. حالا متوجه بی که من چیه گوشم، یک جوان چینی وقت نندید فکر کن که من چیکار باید بکنم که از بهترین آدم ها در دنیا بهتر ببینم. روت ای سایت جور کرد. تو باید وقت جای صاحب گوگل، صاحب یوتیوب، صاحب همه علی بابا،
صاحب ایبی قرار بده. در هر دهی که ببی، در هر شهری که ببی، دنیا جهانی مرو. باید تو فکر بکنه در سطح جهان و وقت جز بهترین ها در جهان بکنه. این تنها راهیند که تو به عنوان یک بلوچ پشت کپه، به عنوان یک بلوچ مانع، اگر این کار مکنه، همین طور که الان شدیداً تو تحت فشاره، همین الان که ممکنه که تو خبر من گوش کنه و گوشه که ای غلام رضا حسین بار چی گو؟ ای که در ایران نه، در افغانستان نه، در پاکستان نه، چیه در انگلستان نسته و ای خبران با میکند. چینی که ای کاری کو، ای هم شبیه تو در همچین جای نستد. هیچ فرقی با تو نهد. الان یک دو برات هندی هستن که الان تقریبا جز پولدارترین آدمای جهانید. من وقتی که در هند سفر کو با هر دو ملاقات کو، آیان هم از هیچ پوچ شروع کو، از همین شرایطی که طرح مرو، هر کسی که مروچی به جای رسیسته یک روز مثل تو بوده. هر کسی که به جای رسیسته یک روز مثل تو بوده که خبر من گوش کنه. متا وقتی که آی خبران کسی رو مثل من گوش کو، توجهی کو که آیا حضرتی جست کو که آیا من توانه کار بکنم و تا این اندازه بزرگ کنم و بعدن جوابی شید که بله توانه کار بکنم، با همت، با سخت کوشی، با کار در این دنیا من توانه کار بکنم. و به همین دلیل تلاشش کو، کارش کو و بالاخره به همه جای رسیستن که الان مرو رسیستن. تو خیال کنه که خامنه ای کی بوده؟ مگه خامنه ای در همین ملک ما شما ایران شهر تبعید نهد؟ کی تحویل که اصلا تصور کو کشی یک روزگاری به ادم برسید؟ هیچ کسی. شما هم که دیستت و برتت شام و نهارش داتت از پتوماتان و قبخشان و جست کنی، هیچ کسی تصور نکو که این مرد به ادم برسید و بعدا هم این اندازه ظالم و بیرحم ببو. به قدرت رسیسته، طرز اداره قدرت نداند، نتواند از قدرت و برای آبادی استفاده بکند. یک ماهیت مخربیه لوٹید که ایرانی خراب کرده، بقیه جهان هم خراب بکند. ایشیه. پس توجه بکن که هر کسی که مرو در جای بزرگیه، چه از نظر ثروت، چه از نظر تخصص، چه از نظر شغل، یک روزگار مثل تو بوده. از یعقوب لیث در زمانی که قدرتی گرفتگد، یک جز کو که پیسران زمان یعقوب ثروتمندیت، بعدا ثروت وتی از دست داد. یعقوب لیث شر جاهی و جستی کو که فلانی حال تو چون این مروچی؟ گفتی حال من همه طورند که حال تو پیش از رسک به قدرتت. یعقوب یک کمی فکر کو، گفتی منظور چیه؟ گفتی یک روز هستد که تو هیچ چیزت نهد. مرو من همه طور مثل تو و همه وقتا که تر هیچی نهد، اگه یاده ببو من همه چیز هستد. پس بنابراین هر کسی که مرو در قدرت در اوجه، آیی هم یک روزی مثل تو بوده، ناامید بوده مدتی، ولی امیدوار بوده و گفته که من به هر حال باید وقت جور کنم، باید وقت بسازم، باید ملک وقت درست کنم به هر قیمت و ای کار توانم بکنم و توانته ای کار بکن. من غلام رضا حسین بر رو مروچی روز 22 سپتامبر 2014 میلادی تبان در روز سه‌شنبه در همین زمان برنامه من شروع بود و بعد از ساعی هم ساعت 5 به وقت انگلستان برنامه با تلویزیون پارس. خدا نگهدار.